توی دنیای موبایل سرقت موبایل بسیار زیاد شده و همون موبایل سرقتی رو میان به مردم میفروشن و حالا امروز توی ویدیو میخوایم یه نرم افزار خفن بهتون معرفی کنیم که همه این مشکلات رو حل میکنه. سلام، خیلی خوش اومدید. من سحر خسروی هستم، نماینده همیاب 24. حالا امروز میخوایم نرم افزار همیاب 24 رو به شما معرفی کنیم که از سرقت شدن موبایلتون جلوگیری میکنه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همیاب 24 یه برنامه ایرانی خیلی خفنه که برای موبایل‌های اندروید و آیفون قابل نصب و استفاده هستش که یکی از امکاناتی که خیلی پرکاربرده ضد سرقت بودنشه که اسمش هست هشدارهای امنیتی. حالا میخوام بهتون توضیح بدم. اولین گزینه قطع شارژ. شما زمانی که میرید مسافرت میخواید موبایلتون رو شارژ بزنید در مکان‌های عمومی، اگر یه شخصی بخواد موبایل شما رو از شارژ جدا کنه، آژیری میزنه و به شما هشدار میده و از سرقت موبایلتون جلوگیری میشه. دومین قابلیت خروج از جیبه. زمانی که شما در خیابان شلوغ مشغول راه رفتن هستید یا دارید ورزش میکنید، امکان داره موبایل از جیبتون خارج بشه، این اپلیکیشن آژیر میزنه و به شما هشدار میده. قابلیت بعدی تغییر مکانه. امکان داره شما موبایلتون رو یه جا قرار بدین و خودتون مشغول فعالیت باشید. اگر موبایل شما تغییر بکنه، آژیرش به صدا در میاد و همینطور شما مطلع میشید و از سرقت موبایلتون جلوگیری میشه. و همینطور حتی میتونید سلامت موبایلتون هم بررسی کنید. وقتی که واردش بشین یه سری گزینه هست میتونید بررسی کنید و اگر موبایلتون نیاز به بهبود وضعیت داشته باشه، راه حلش رو بهتون نشون میده. و گزینه بعدی تست سلامت موبایل. اگر قصد خرید کالای کارکرده یا دست دوم رو دارید، خیلی راحت میتونید وارد اپلیکیشن همیاب 24 بشید، از قسمت تست سلامت بررسی کنید. بلندگو، اسپیکر، همه موارد رو میتونید بررسی کنید و یه خرید امن و مطمئن انجام بدین. و یکی از پرکاربردترین خدمات این اپلیکیشن استعلامه که شما اگر میخواید موبایل کارکرده بخرید، خیلی راحت IMEI موبایلتون رو وارد میکنید و اینجا به شما نشون میده که موبایل ریجستری داره، گارانتی داره و سرقتی هست یا نه. حتی تاریخ شروع گارانتی و تاریخ اتمامش هم میتونید مشاهده کنید. قسمت جذاب دیگه این اپلیکیشن تعداد سیم کارت. شما اگر میخواید مطلع بشین چه تعداد سیم کارت به نامتون هست، خیلی راحت میتونید از این قسمت وارد بشین، کد میلیتون رو وارد کنید، تعداد سیم کارتی که با اون کد میلی به نام شماست بهتون نمایش میده. و کدهای USSD کدهای پرکاربردی هستش که در اختیار شما قرار گرفتن و میتونید به راحتی استفاده کنید. و قسمت ردیابی و اعلام سرقت. اگر موبایل خودتون یا اطرافیانتون سرقت شده، خیلی راحت میتونید وارد این قسمت بشید، IMEI موبایل رو وارد کنید که همیاب 24 برای شما ردیابی اپراتوری ایرانسل رایتل هم راه اول رو انجام بده. در کنار هم به تمامی کلانترین مرزبانی‌ها و فروشگاه موبایل اطلاع رسانی کنه. و قسمت ثبت کالای پیدا شده. اگر موبایلی رو پیدا کردید خیابون، توی ماشینی، جایی پیدا کردید و قصد دارید اون موبایل رو به صاحبش برگردونید، از این قسمت میتونید وارد بشید، اطلاعاتتون رو ثبت کنید که همیاب 24 با شما ارتباط بگیره و خیلی راحت ارتباط بین شما و مال باخته رو برقرار کنید که بتونید موبایل رو بهش تحویل بدید. و قسمت رهگیری کالا. اگر اطلاعات موبایل سرقتیتون رو در سایت همیاب 24 ثبت کردید و میخواین ببینید که موبایلتون در چه وضعیتی قرار گرفته، خیلی راحت وارد این قسمت بشین، شماره تماسی که قبلا در سایت همیاب 24 ثبت کردید جهت ارتباط رو وارد کنید. اینجا میتونید وضعیت کالاتون رو بررسی کنید در هر ساعت از شبانه روز. و حالا جمع‌بندی. همیاب 24 یه اپلیکیشن کاربردی و جامع برای موبایل شما و اطرافیانتونه. ممنون که تا اینجا همراه بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار شما.